راه اندازی باشگاه ورزشی چالش‌های خاص خودشو داره. اولین چالش سرمایه اولیه است. این از اون دست از مشاغلی که از همون ابتدا باید هزینه کنی، از خرید تجهیزات و دکور گرفته تا تبلیغات و مجوزها. چالش دوم انتخاب موقعیت مکانی مناسب هست. یه لوکیشن خوب توی شهر مثل پیدا کردن گنجه که میتونه تعداد زیادی از ورزشکارا رو جذب کنه. سومین چالش جذب و حفظ مشتری هست. شروع جذب مشتری سخته، ولی وقتی پای برنامه‌های خوب و خلاقانه و خدمات عالی وسط میاد، توی بازار رقابتی این شغل مشتری‌های بیشتری میان که موندگار بشن. بعد از اون میرسیم به چالش چهارم که هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات باشگاه هستن که این تجهیزات بخشی از سرمایه اصلی باشگاه محسوب میشن. چالش پنجم پیدا کردن و بستن قرارداد با مربی‌های حرفه‌ای هست که باشگاه رو زنده نگه می‌دارن. مدیریت هزینه هم که مهارت خودش رو میطلبه به عنوان چالش ششم معرفی میشه. دو تا چالش مهمی که روی برندینگ باشگاه تاثیر مستقیم داره هم توی کپشن گفتیم. ما تو پیجمون کسب و کارها رو از منظر جدیدی تحلیل می‌کنیم. پیج ما رو فالو داشته باش تا بتونی شغل مورد نظرت رو از نگاه دیگه‌ای هم ببینی.